6 تا کاری که زیر 1 سال تو رو تبدیل به یک خانوم ثروتمند میکنه. من جوونم، مگه چه تفریحی دارم؟ با این حرفا همه پولتو خرج کافه رفتن و لباس خریدن و چیزای ترند اینستاگرام نکن. تو باید هر ماه پسنداز داشته باشی. 2. به خودت برس، آرایش کن و لباس شیک بپوش. لزوما نباید گرون باشه، اما وقتی ظاهر و استایلت خوبه، هم بقیه رو تو حساب دیگه ای باز میکنن، هم اعتماد به نفست بیشتر میشه و راحت تر پولو جذب میکنی. 3. فقط برای شخص خودت یه سرگرمی مفید درست کن. یعنی چی؟ آشپزی یاد بگیر، زبان یاد بگیر، یه ساز، یه هنر، حتی شده یه ورزش خاص و رقصیدن. یادگیری و رشد لوکس ترین دارایی یک زنه. 4. برای ثروتمند شدن نباید فقط دنبال پول باشی. اول دنیای درونتو تغییر میدی و قدرتمند میکنی. کلامتو مثبت میکنی. این حرفای وای بقیه شانس دارن و پول کجا بود و بنداز دور. باید ورژن ثروتمند خودتو بتونی متصور بشی که بهش برسی. از درون باید باور کنی که لیاقت اعداد بزرگو داری. 5. بدترین اخلاقت، یعنی مقایسه کردن رو باید بذاری کنار. چرا؟ مقایسه کردن حتی روی ساختار عصبی و عملکرد مغز تاثیر داره و کورتیزول تو میبره بالا و تو رو از مسیر رشد میبره به سمت مسیر کمبود. حالا اگه دوست داری مقایسه کردن خودت ادامه بده. 6. اطرافتو از آدم‌ها، عادت‌ها، محتوا و حتی وسایل انرژی منفی و پایین پاک کن و بده بره. کلام آخر، برای بیشتر پول درآوردن و پس انداز کردن بیشتر تلاش کن. پول بهت قدرت، اعتماد به نفس، استقلال و آرامش میده، پس فکر کنم ارزشش رو داره.